سلام دوستان، حالتون چطوره؟ دوستان خوش اومدین به قسمت سوم ویدیوی آمیرزا. آقا اینو من فکر کنم 1 یا 2 روزی نبودم، درگیر کار و مشق و مدرسه و اینا بودم. حالا یکم هم نشستم گفتم ویدیو نسازم، خودم بشینم کلمه رو حل کنم، آبروم نره الکی سر چند تا کلمه آسون ویدیو بسازم. و اینکه تو رسوندم به یه جایی که این قسمت رو نمیتونم رد کنم حاجی، هرچی از مغزم کار بکشم شاید هم آسون بیاد ولی برای من سخت، مثلا نمیتونم. این از این موضوع. و اینکه دوستان یه موضوع دیگه، احساس میکنم کانال ما خیلی خشکه. اگر به نظرتون مثلا محتوای آموزشی، فان، ادیت، هر کدوم از اینا بهتر به نظرتون میاد اینو بگید. ممنون، خیلی خیلی ممنون. خداحافظ.